وزیر امور خارجه که به پکن رفته است با معاون اول نخست وزیر چین و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. روابط دو جانبه و اجرای سند جامع همکاری 25 ساله از محورهای رایزنی‌های آقای عراقچی در پکن بود. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین. آقای عراقچی به دعوت رسمی همتای چینیش و در سفری از پیش تعیین شده به پکن آمد با پیامی از رئیس جمهور ایران. امروز در چین پیام رئیس جمهور رو منتقل خواهم کرد. سفری چند ساعته به چین، آن هم در آستانه دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. لازم هست که دوستانمون رو در چین کاملا در جریان روند امور قرار بدیم و مشورت داشته باشیم. الان هم موضع چین در هم حمایت هست از مذاکرات جاری و هم اینکه اعلام آمادگی برای کمک. تالار بزرگ خلق و دیدار با عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و معاون اول نخست وزیر چین. در این دیدار دو طرف راه‌های تسریع در اجرای برنامه‌های جامع 25 ساله را بررسی کردند. آقای عراقچی در این دیدار از نگاه همسو ایران و چین در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت و تعامل بیشتر دو کشور را برای مقابله با قلدرمآبی و یکجانبه گرایی در عرصه بین‌المللی خواستار شد. آقای دینگ شوشیانگ هم در این دیدار شراکت راهبردی ایران و چین در همه عرصه‌ها را محصول اعتماد و احترام متقابل دانست و بر پشتیبانی کشورش از تلاش‌های ایران برای رفع تحریم‌ها و حل و فصل موضوع هسته‌ای گفت. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در تناقض صریح با ادعای مذاکره و نشان دهنده نداشتن حسن نیت و جدی نبودن واشنگتن در این زمینه است. آقای بقایی تحریم مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه انرژی و شماری از اشخاص فعال در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را اقدامی قلدرمآبانه و غیرقانونی برشمرد و گفت وابستگی دولت‌های مختلف آمریکا به تحریم کشورهای در حال توسعه ابزاری برای ارعاب و فشار سیاسی ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و در نمونه‌های متعدد مصداق جنایت علیه جامعه بشری است. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور آمریکا درباره ایران خواهان یک توافق است. کارولین لیویت با اشاره به گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هیچ اختلافی بین آمریکا و اسرائیل وجود ندارد و رئیس جمهور آمریکا قاطعانه در کنار متحد خود ایستاده و ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. زمین لرزه 6.2 ریشتری دقایقی قبل استانبول ترکیه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و کانون زلزله حوالی جزیره مارمارا گزارش شده است. با توجه به نزدیکی کانون زلزله به استانبول، لرزش‌ها در این شهر به وضوح احساس و موجب شد بسیاری از مردم به خیابان‌ها بیایند. « 24 فلسطینی دیگر به جمع شهدای حملات رژیم صهیونی به نوار غزه پیوستند. شمال نوار غزه با 20 شهید بیشترین سهم را از شهدای امروز داشت. در موج جدید حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای اشغالگران به نوار غزه، مناطق مختلف شمال تا جنوب این باریک هدف حمله قرار گرفت. منابع پزشکی هم از جان باختن بیش از 400 بیمار کلیوی از ابتدای جنگ به علت کمبود شدید درمان و دارو ناشی از محاصره باریک خبر دادند. وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد 20 بیمارستان این منطقه به طور کامل از کار افتاده و 18 بیمارستان با کمبود شدید امکانات فعالیت می‌کنند. منابع رسانه‌ای میگویند اشغالگران تجهیزات آواربرداری در غزه را هدف قرار می‌دهند تا روند نجات جان افراد مانده در زیر آوار با اخلال مواجه شود. بر اساس گزارش‌ها بیش از 11,000 فلسطینی نیز از ابتدای جنگ غزه مفقود شدند که احتمالاً بیشتر آنها در زیر آوارها باشند.
هواپیماهای جنگی آمریکا بار دیگر مناطقی در یمن از جمله جزیره کمران و منطقه السلیف در استان حدیده و شهرستان آل سالم در استان سعده را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. نیروهای مسلح یمن نیز در پاسخ عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به دومین عملیات علیه صهیونیست‌ها در شب و روز اخیر گفت یگان موشکی یمن یک هدف حیاتی را در حیفای اشغالی با موشک بالستیک فراسوتی هدف قرار داد که سامانه‌های پدافندی دشمن در رهگیری آن ناکام ماندند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 دیگر در آسمان استان حجه با موشک زمین به هوای ساخت یمن خبر داد. یحیی سریع افزود این هفتمین پهپاد از این نوع است که از اول آوریل، 12 فروردین و 22مین پهپادی است که از ابتدای نبرد پشتیبانی از غزه تا کنون سرنگون شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد، ناوهای هواپیمابر ترومن و وینسون آمریکا و کشتی‌های جنگی همراه آنها در دریای سرخ و دریای عرب هدف قرار گرفت. فشارهای پلیسی و قضایی علیه حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس به ویژه سازمان دهندگان تظاهرات ضد صهیونیستی در این کشور رو به فزونی است. فشارهای پلیس نتوانسته واکنش‌ها به درد و رنج مردم فلسطین را متوقف کند. تداوم اعتراضها در انگلیس به نسل‌کشی فلسطینیان و ابراز خشم از حمایت همه‌جانبه دولت‌های غربی از جمله دولت انگلیس از رژیم اسرائیل که از 18 ماه پیش آغاز شده و همچنان با همدلی قشرهای مختلف مردم ادامه یافته است. اعتراضها به ویرانی غزه و قتل بیش از 51,000 زن و مرد و کودک فلسطینی با سلاح‌های غربی توسط اسرائیل در حالی در شهرهای انگلیس ادامه دارد که تاکنون صدها نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس با بهانه‌های مختلف به دست پلیس انگلیس بازداشت و با پرونده سازی روانه دادگاه‌ها و شماری نیز به زندان‌ها افکنده شدند. من اینجام تا از زندانیان سیاسی حمایت کنم که صرفاً برای حمایت از حقوق فلسطینیان دستگیر و زندانی شدند. این شرم‌آوره که دولت و رسانه‌های ما به جای توجه به خواست اکثریت مردم در تلاشند تا صدای حامیان فلسطین رو خاموش کنند. فقط در یک راهپیمایی 77 نفر از حامیان حقوق فلسطینیان بازداشت شدند، اما صدای اعتراضها خاموش نشده است. بسیاری از مردم از آرمان فلسطین آگاه شدند. اونها برای حمایت از فلسطین هزینه‌های زیادی پرداخت کردند، دچار محرومیت‌ها شدند، اما پای آرمان فلسطین و در برابر جنایت اسرائیل و نسل‌کشی فلسطینیان ایستادند. هواداران اسرائیل در انگلیس اکنون سازمان دهندگان برگزاری راهپیمایی‌های ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین را هدف اقدامات پلیسی و قضایی خود قرار دادند. حمایت‌های مردمی به رغم دستگیری‌های گسترده معترضان به رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در انگلیس به خوبی نشون میده صدای عدالت برای قضیه زخمی اما استوار خاموش شدنی نیست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. رئیس جمهور در نشست هماهنگی سفر به جمهوری آذربایجان و در آستانه سفر به باکو گفت جمهوری آذربایجان و ایران پاره‌های یک پیکرند و مردم دو سوی مرز منافع متقابل گسترده‌ای با یکدیگر دارند که بر بستر علایق و دوستی‌های عمیق هزاران ساله استوار شده است. آقای پزشکیان در این نشست که دیشب برگزار شد افزود ظرفیت تعاملات میان دو کشور و دو ملت بسیار گسترده است و با این سفر روند تعمیق روابط و گسترش همکاری‌ها میان بخش‌های دولتی، خصوصی و مردمی در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، گردشگری و سیاسی به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع خواهد شد.
توزیع عادلانه یارانه انرژی در کشور، عدالت در پرداخت یارانه ها و بهره‌مندی یکسان مردم از انرژی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت تبدیل شده، موضوعی که رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها بر آن تاکید کرده است. این روزا هوا کم کم رو به گرمی میره و علاوه بر دما مبلغ قبض‌های برق هم بیشتر از دما بالا میره. این دو قبض برق در ظاهر ساده است اما پرمعناست. یکی میگوید مصرف 200 کیلووات ساعت، بر روی دیگری نوشته 998 کیلووات ساعت، یعنی 2.5 برابر الگوی مصرف. اگر کسی تا 200 کیلووات ساعت مصرف میکرد و ذاتاً رعایتش همون بود، نرخ اولش میشد 120 تومن، 110 تومن، 120 تومن. اگر تا 1.5 برابر مصرف میکرد همین پلهش میشد 205-6 تومن. برای یک مشترکی که تا 2.5 برابر الگو مصرف میکنه، یعنی نسبت به حالت اول 2.5 برابر شده باشه، مبلغش میشه 339 تومن. اگه خاطرتون باشه این بود 23 تومن تو زیر الگو، ولی الان شده 339 تومن، یعنی یه چیزی در حدود 15 برابر بیشتر. یعنی هرچه بیشتر برق مصرف کنید بهای بیشتری پرداخت میکنید. اما نکته اینجاست، مشترک خانگی که 2.5 برابر الگو برق مصرف میکنه نسبت به مشترک کم مصرف یارانه بیشتری دریافت میکنه. این یارانه رو در هزینه سوخت نیروگاهی دریافت میکنه. مثل بنزینه دیگه. یک فردی شما در نظر بگیرید به عنوان 300 لیتر حالا مصرف میکنه با فردی که مثلا 50 لیتر مصرف میکنه. خب حساب کتاب که میکنیم، خب به ازای هر لیترش مثلا یک یارانه‌ای درش وجود داره که اون بیشتر. این بحث هم اینجا وجود داره در حوزه سوخت نیروگاهی. اما در دل این قبض‌ها چیزی فراتر از گرما نهفته است، عدالت یارانه‌ای. ساختمان‌هایی دارن که استخر داره، سونا داره، امکانات بیشتری داره، خب قطعاً مصرف بیشتری دارن. خب میگن که ما خب پول برقو میدیم. به گفته مسئولین وزارت نیرو، ایران دومین کشور در پرداخت یارانه است که 1/4 یارانه به بخش برق پرداخت می شود. الگوی مصرف در کشور ما الگوی استانداردی نیست، متاسفانه ما جزء بد مصرف ها هستیم. البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت راهکار این موضوع بیان شده با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی. الان افراد و گروه‌های زیادی، سازمان‌های زیادی هستن که متولی این امرن. همه اینا رو یکپارچه بکنیم. الان وزارت نیرو، وزارت سمت شاید به نوعی سازمان‌های مرتبط این حوزه باشن. به گفته کارشناسان انرژی، نخستین گام برای بهره‌مندی عادلانه مردم از یارانه انرژی تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.